خب درود خدمت شما عزیزان. برای طلا اون ستاره جهانی تایم‌فریم 5 دقیقه است. دوستان من قبل از اینکه توضیح ستاپ معاملاتی رو بدم بگم که امروز سه‌شنبه ما داده‌های اشتغال جودس رو داشتیم که اشاره میکنه به اینکه چقدر موقعیت شغلی تو آمریکا وجود داره. میتونید اینجا درجه اهمیتش خیلی بالاست. همین چند دقیقه پیش اومد، ساعت 5:30 اومد و عدد بیشتر از فورکستش بود، از پیش بینی ها بود. و چیه موضوع اینه که اگر بیشتر بشه میتونه به نفع دلار و به ضرر طلا باشه. برگردیم روی طلا. ببینید من دو تا ناحیه رو طلا دارم که حالا با رسیدن طلا و تاییدیه که در ادامه ویدیو بهتون میگم اینجا دنبال شورت گرفتن رو طلا خواهم بود و برعکسش هم برای لانگ تو این ناحیه اشاره میکنم. قبل از اینکه چیز کنم اینو بگم که این دو تا ناحیه که مشخص کردم، این ناحیه اینجا دوستان شروع سشن لندن هستش و ناحیه‌ای که اینجا مشخص کردم شروع سشن نیویورک. و با این توضیح به این اشاره کنم که تاییدیه‌ای که من اینجا میگیرم اینه که تقریبا همونطوری که می‌بینید نفوذ کنه به این ناحیه، حتی نقدینگی این پشت رو برداره و با یک کندل صبر باید بکنم. کندل 5 دقیقه است. من منتظر میشم پس یک کندل بیاد اون کاری که میخوام انجام بده، حتی 2 کندل یا 3 کندل مهم نیست. مهم اینه که من ببینم که این ناحیه که میخوام رو شورت کنم مصرف شده و کندل تاییدم بسته شدن یک کندل بیریش هستش با یک بادی جذاب مثلا کندلی مثل این و حتی یک کندل پینبار برگشتی نزولی باشه. من اونو اونجا شورت میگیرم با حد ضرر آخرین تست و ترایی که قیمت داشته، یعنی هر زمان پشت آخرین تلاش قیمت هر جایی که میخواد باشه. پس برای یه لانگ هم همین خواهد بود. اگر قیمت برگرده و به محدوده شروع بازار سشن نیویورک برسه با مصرف شدن این ناحیه و اومدن یک کندل تایید مروبازه سعودی مثل اینجا یا یک پینبار سعودی، من وارد معامله با همون دوباره میگم تلاشی که قیمت داشته برای مصرف کردن این ناحیه میشم. و این خطوطی که اینجا کشیده شده و این ناحیه تعادلی که اینجا کشیده شده اینا بر اساس استراتژی خودم هست. پس خیلی مهمه که ما صبر کنیم. همه داستانی که داریم اینه که باید صبر کنیم و عجله نکنیم. قیمت داره وارد ناحیه من میشه، لایو مارکته و من تا این توضیحات اتفاق نیفته وارد معامله نمیشم. حالا اگر دوست داشتید درباره اقتصاد کلان، شرایط بازارهای مالی، طلا، نقره و حتی فارکس و کریپتوکارنسی بدونید، اقتصاد کلان رو بدونید، در مورد شرایط اقتصاد ایران، دلار و طلا رو در جریان باشین توی ایران بشه شکل قیمتاش و وایس اقتصاد کلان بدونید، کانال تلگرام منو دنبال کنید با این لینکی که اینجا هست و دسترسی خواهید داشت به لایو ترید ها، به تمام مسائلی که من از تنش‌های ژئوپلیتیک صحبت میکنم، وایس میذارم، روانشناسی ترید رو میگم، در مورد سرمایه گذاری تو بازار ایران هست، در مورد خودرو صحبت میکنم که آیا منطقی هست که سمت مثلا خودرو یا ملک رفت، در مورد بیت کوین، کریپتوکارنسی و کلا حتی کنفرانس‌های مطبوعاتی فدرال رزرو رو پوشش میدم به صورت لایو و وایس هایی رو در خصوص اون میذارم. پس خوشحال میشم منو دنبال کنید. با توجه به همه این توضیحاتی که خدمت شما عزیزان دادم، من این ویدیو رو پاز میزنم و حالا بعد اگر اون نتایج داد و وارد معامله شدم با شما به اشتراک خواهم گذاشت. مرسی و حالا باز آپدیت خواهم کرد.